سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 13 اکتبر در مسکو در ملاقات آنلاینی سران خدمات مخصوص کشورهای اسنگه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت باید اعتراف کنیم که وضعیت در 1425 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان به اندازه کافی مرکب شده است. یتیموف گفت ما به خصوص در 2 ماه آخر فشار مردمی را که از افغانستان به تاجیکستان گذشتن میخواهند احساس میکنیم. شماره گریزه ها علاکه از 15,000 گذشته است و هر روز 500-600 نفر تلاش میکنند که از مرز گذرند. ما همچنین از لحاظ افزایش کوشش های قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات نیز احساس فشار میکنیم. به گفته رهبر کمیته دولتی امنیت ملی، تاجیکستان در موقعیتی قرار دارد که باید شب و روز 24 ساعت در شبانه روز در حالت آماده باشی بایستد. ما چنین میشماریم که وضعیت در افغانستان پیش آمده نه فقط به امنیت تاجیکستان و آسیای مرکزی تهدید واقعی دارد، بلکه به امنیت تمام پهنای پساشوروی به خصوص منطقه های مسلمان نشین تهدید می کند. احساس می شود که برای به طور مشخص به هم زدن وضعیت در منطقه ما تلاش دارند و می خواهند از دین اسلام برای به هم زدن وضعیت استفاده برند، اظهار داشت یتیموف. او افزود که در ملاقات سران خدمات مخصوص اسنگه این مسئله ها بررسی شده، نقشه های مشخص برای گرفتن پیش روی این تهدیدها نیز اندیشیده شدند، ولی وضعیت پیش آمده احتیاط باز هم بیشتر نیروهای ما و تامین باز هم بیشتر حمایت مرز را تقاضا می کند، گفت سیمومین یتیموف. روز 13 اکتبر در مسکو سران خدمات مخصوص روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان جلسه داشتند. این نخستین ملاقات روبروی آنها در پی غصب قدرت در افغانستان از جانب جنگیان حرکت تندرو طالبان بود. در رفت واخوری پرزیدنت روسیه نیز به طور آنلاین به این ملاقات پیوست و 20 دقیقه با اشتراکچیانش صحبت کرد. تاجیکستان نسبت به رژیم نو طالبان در افغانستان موقع شدیداً مخالف را پیش گرفته این گروه تندرو را به دوباره بلانه تروریسم تبدیل دادن افغانستان عیبدار میکند. کشورهای دیگر اسنگی نسبت به حاکمان نو افغانستان موقع نسبتاً احتیاطکارانه را انتخاب کرده تلاش دارند با طالبان راههای تماس پیدا کنند.